مادری بلاگرای ایرانی. Hey guys، چطورین بچه‌ها؟ امیدوارم که پرفکت باشید. برو بچه کنی در شب تارم. میخواین 1 2 3 سلام، چطورین بچه ها؟ خوش اومدین به ویدیو دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با یه اکسپلورگردی جذاب دیگه. یه سری ویدیوهای خیلی وایرال، خیلی عجیب و غریب، خیلی خاص، خیلی سم آوردم با هم دیگه ببینیم. یه ظرف اسید بذاریم کنارتون، شاید نیاز بشه ازش بخوریم. بدون ذره معطلی میخوایم بریم سراغ ویدیوها. فقط اگه چنل رو سابسکرایب نکردی همین الان این کارو بکن. وقتی پشتت حرف میزنن ولی برای اینکه شبیهت بشن باید پولاشون رو توی کلینیک، آرایشگاه و باشگاه خرج کنن. تو خودت خیلی پول خرج کردی که شبیه مومو بشی. سلام بچه‌ها. سلام. موچی بگیرم. به نظرم که من خوشمزه ترم یا موچی. خودت باشی بین ان و موچی کدوم رو انتخاب میکنی؟ این لباسایی که شما تو مهمونیاتون میپوشین به عنوان لباس خواب هم زیادی باز. برای حضور در برنامه کلمه رزرو رو ارسال کنید. به این مدل مهمونی ها میگن ایدز پارتی، محل شیوع HPV و HIV. با افتخار اولین کانال آمریکایی روشنفضا AI موزیکا. من و بهترین دوستم وقتی بالاخره توی 80 سالگی اجازه داریم که با هم دیگه بریم مهمونی. واقعا فوز مردم ایران رو درک نمی‌کنم. آقا خب به جای پرید برید BMW بخرید. پرید اصلا ماشین خوبی نیستش. یا مثلا بی خانمانا فقط کافیه برن خونه بخرن. مشکلشون حل میشه واقعا. اتفاقا مسئولین هم همینجوری فکر میکنن. قشنگترین آپشن هر انسانی ذاتشه. ذاتتو قشنگ کن. شما ذاتتو زیادی قشنگ کردی، هم قشنگ کردی هم بزرگ کردی. ولی تو این همه غذا میخوری ولی چطوری بادم لاغر؟ عجیبه. ببین من قبل از اینکه این همه غذا رو بخورم یه مکمل خوردم که نه چربی این همه غذا رو جذب بدنم میکنه، حتی باعث میشه که خیلی وزن کم بکنم. مکمل چیه؟ اینه. وایسا اگه میخوای بدون اسم مکمل چیه، چون خیلی دنبالش گشتم تا بتونم بدون رژیم و ورزش راحت وزن کم بکنم باش. کلمه مکمل رو برام کامنت کن بعد نمیخواد کامنت کنی خودم بهت میگم چیه. اسمش هست شیشه. اضافه وزن دارم، بقیه بهم میگن توپل، پشکه، باب اسفنجی و انتظار دارن که نباید دلخور هم بشم. من اضافه وزن دارم، سرفه هم که بکنم اطرافیانم اول میگن به خاطر چاقیته. من اضافه وزن دارم، آدمایی که خیلی از من لاغرترن تو رو میگن وای دارم چاق میشم. تو اضافه وزن نداری، تو چاقی و چاقی عامل اصلی 1000 تا بیماریه. پس بهش افتخار نکن. دکتر جون مرسی، اوستا کریم شکرت مرسی، بدخواهامو خیر بده مرسی، خاطرخواهامو سب بده مرسی. من ناراحت شدم از من تشکر نکردی. مرسی. Hey guys، چطورین بچه‌ها؟ امیدوارم که پرفکت باشید، حالتون عالی باشه مثل همیشه. خب من امروز خیلی اکتیو بودم، پا شدم رفتم دوش گرفتم، کار خونه رو کردم، لباسا رو گذاشتم توی لندری، بعد غذا درست کردم، بعد همین و آرایش کردم براتون. البته من اکثر موقع همیشه کلا آرایش دارم. تویی که واسه تیم ویدیو میذاری تو یه خرابی. یه خواهش کنم از این دختر خانمایی که رونای درشتی دارن لک نپوشید. نپوش. همین مونده توی چاقال مشخص کنی کی چی بپوشه. گوخوری نکن. کار نکردی. شما رو بیش کار کردی؟ کار خاصی نکرده و دو کار کوچولو انجام داد. در 23 جلسه لبه بالامو یه کوچولو برام زد، یه کوچولو هم در پایینم، یه دونم به پونه راستم تنظیم کرد. عاشقشم. مبارکت باشه. قبلا مدلینگ داشتیم براشون، امروز هم یه مقدار
لبشون رو شاد کردیم و گونه راستشون یه مقدار تخت شده بود که قرینه کردم. این آبجیمون برای تنظیم باد اومده بوده که مهمان من سحر قریشیه. سحر قریشی که نیستم. خیلی شبیه. مرسی. اصلا شباهت عجیبی داری. و یه سوال. بیس صورتت همینه؟ چون قالب صورتت کپی سحر قریشیه. آیا کاری هم کردی رو صورتت که بخوای شبیه سحر بشی یا نه؟ نه. اون موقع که من بیشتر شبیه بهنوش بختیاریه، اونم الان که شدیداً پلنگ شده. مهدی تو هم خوشگل دوست داری؟ بابا تو هم خوشگل دوست داری؟ آرام چی غریبه دیگه شدی غریبه، هر کی منو فروخته بگه چی باش خریده، شدم خلیفه. کانسیلر متحرک. یکم نزدیک من با من برقص خوشگلم، آقا کمر باریک من. ما بخوایم تا یه حدی بیشتر نمیتونیم نزدیکت باشیم، یه مانعی سر این رابطه من تو وجود داره. برو بچه کونی در شب تارم، کسته نمک سیاهه من تو رو دارم، عجب پولی دارم. همین الان برو تو بیو پیجت بزن که یه خرابی. سلام، چطورین؟ خوبین؟ خب بچه ها گوش کنیم ببینین چی میخوام بگم. گوش بدین ها. آفرین. ببینم دوست دارین پیجتون یه تغییر اساسی کنه و کلی فالوور واقعی بگیرین؟ بچه ها یه لحظه خوب گوش کنین ها، یه وقت نرین بیرون، حتما گوش کنین. دوست دارین که پیجتون مثل من میلیونی بشه و توی کمتر از یه سال 3 میلیون فالوور بگیرین؟ میدونین باید چی کار کنین؟ باید لخشین. دنبالم نیا، درگیرم میشی، لبتر کنم پرپر میشی. من همین الانم اسیرت شدم. دلش ویو مپلونی میخواد ولی حاضر نیست یک ذره زمان بذاره و اون صفحه‌ای که داره توش ویدیو آپلود میکنه رو بیاره پیش من دکتر که من دکتر بازی کنم و حال ویوش خوب بشه، حال صفحهش خوب بشه. میاد به من میگه نمیدونم این نرم افزاره چرا با من لجه، به فلانی ویو مپلونی داده ولی به من ویدیوهامو پاک میکنه. عزیز من یک ذره سر کیسه رو شل بفرمایید، تشریف بیاید پیش من دکتر، اینجوری توپ 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 ضربان قلب ویوهاتو میگیرم و ایراداتتو برطرف میکنم تو هم بتونی مثل خیلیا ویو مپلونی بگیری. تو کی دکتر شدی آخه؟ 4 تا ویدیو گذاشتی اشوه خرکی اومده واسه آقاییت، از میزان چندش بودنتون وایرال شده، ویو خورده، فاز دکتری گرفتی. اگه میشه نباشی و دیوونه نشم بدون تو آخه هیچکی نمیگیره جای تو رو به جون تو. حالا یکم برو عقب با هم که صحبت میکنیم، درستش میکنیم، چیزی نشده. راجع به این چی میتونم بگم خدا؟ پپسی که من میخورم فقط تو ایران برای من تولید میشه. 100% بی‌نظیره. تکه. شامی که من میخورم، بیف استراگانوفی که من میخورم 1 میلیون. شام من 1 میلیون. کدوم پسری میتونه 1 میلیون پول شام منو بده؟ وقتی بعد 3 سال یه شب شام میری بیرون. الان من جذبت نشدم، تکلیف چیه؟ لیپای شکم، پهلو، پشت، تزریق به باستان دوست خوشگلم بعد از چند وقت؟ 7 ماه. 7 ماه. میچرخی عشقم؟ مرسی. یه بار دیگه میچرخی؟ یه ذره لباساتو میدی بالا؟ مرسی. مبارکت باشه. میچرخی؟ یه دور دیگه هم بچرخی؟ میشه اونوری بچرخی؟ کم لباساتو میشه بدی بالا؟
میشه شلوارتو در بیاری کامل ببینی؟ خواهر شوهر خوبم نعمته. زنگ زد که شام درست کردم پاشید بیاین اینجا. گفتن دست خالی نرم و توی پلوپه از یه قرمه سبزی خوشمزه درست کنم. اول از همه پیاز خرد کردم و ریختم داخل پلوپه. بعد هم روی گزینه سرخ کردن فرای گذاشتم که توی کپشن نوشته. پیازه که سبک شدم به ازای هر نفر 5 تا تیکه گوشت خورشتی. سبزی قرمه هم حتما باید با روغن جامد حسابی سرخ. بعد هم بهش نمک و فلفل سیاه اضافه کردم که عطرشو بیشتر. بعد از اینکه نفخ لوبیاها رو با خیار گرفتم به ازای هر نفر 2 قاشق لوبیا قرمز و چیتی ریختم. برای خوشمزه شدن خورش حتما آب جوش استفاده کنید. بعد هم روی گزینه استیو گذاشتم و 3 ساعت میره که همیشه. مگه شام دعوت نبودی؟ چرا داری شام درست میکنی ببری؟ دختره که لباس لش میپوشه کنسله، چون معمولا اینجور آدما بدن خوبی ندارن. گوشت میپوشن که معلوم نشه. برو برات بساز اسکینی بپوش. آقا ماهایی که لش میپوشیم با همین لش پوشیدنمون دکمه حولایی مثل تو رو میزنیم. فکر کنم که کلیه‌مو بفروشم. نوشته بود میخواستم کلیه‌مو بفروشم به خاطر بچه‌ام، ولی تصمیم گرفتم خدمتکاری کنم و هر روز اینطوری برم خونه‌های مردم و تمیز کنم. به خاطر بچه‌ام، به خاطر اینکه اونا پرسنل کنم ناراحتم باشم، نگران نباشم، استرس داشته باشم. چرا یخچال داره دچار فرو رفتگی میشه؟ کلیه‌مو بفروشم. این ویدیو همونم تموم شد. خیلی زود با یه ویدیوی جذاب دیگه از اکسپلور اینستاگرامم برمیگردم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه دوستش داشتین حتما لایکش کنین، نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسین. اگه براتون ممکنه کامنت انگلیسی معنادار بذارین تا لایک و ویوتون نپره و اینو بدونین که من خیلی دوستتون دارم. بوس بهتون و خدافظ.